به نام خدا و وقتان بخیر. یکی از دوستان ما گفته بود چگونه میتوانیم اکانت ترست ما را از پروفایل اینستاگرام ما مخفی کنیم. ببینید به طور مثال این قسمت برای من نمایش میده، در اینستاگرام های شما هم در این قسمت نمایش میده که اگر ایجاد کرده باشید. و یکی از دوستان ما گفته بود آیا می شود که این اکانت را ایجاد داشته باشیم اما در پروفایل ما نمایش دادن نشه و مخفی باشه. بله دوستا، امکان داره و شما می توانید این اکانتتان را از پروفایلتان مخفی کنید. از این قسمت کاملا گم می شود که این از خود همین برنامه اینستاگرام میشه که شما می توانید این کار را بکنید. خب اینستاگرام را من باز میکنم. ببینید که اگر بخواهید این اکانتتان را از این قسمت مخفی کنید خیلی آسان و راحت است. این قسمت روی ویرایش نمایش شما کلیک بکنید. اینجا خودش خیلی راحت برای شما گذاشته که نمایش ترست نشان که شما می توانید این را مخفی کنید. معنای این یعنی موضوعات. شما می توانید این آیکن را که اگر غیر فعال بگذارید، ببینید روی پروفایل همین اکانت من از پروفایل اینستاگرام من کاملا گم شد و مخفی شد. و حالا اگر کسی وارد پروفایل من شود نمیتوانه اینجا تماشا کنه. ببینید که وارد یک اینستاگرام دیگه خود میشم و این اینستاگرام خود در سرچ میکنم. ببینید که کاملا نمایش نداده است و دنبال کردن آمده نمایش نداده است. خب اگر خواستید دوباره شما آن را کاری کنید که نمایش داده شود، میایید این آیکن را شما فعال میکنید. با همین راحتی میتوانید دوباره این فعال میشود و روی پروفایل اینستاگرامتان نمایش داده میشه. مشکل یکی از دوستان ما بود که خواستم برای شما ویدیویش درست کنم. اگر شما مشکل داشتید میتوانید در نظرات ویدیو برای من برسانید. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.